آقا سلام عرض کردیم، خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. ان شاء الله کنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شماست بر زبان ما و شما جاری بشه و این برنامه قابل استفاده برای ما و شما ان شاء الله باشه. یه حدیثی از امام جواد که امروز روز میلادشون بود و امشب شب من یه حدیث زیبایی از امام جواد که مرحوم ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول نقل کرد این حدیث رو میخونم که هم شما خدا رو شکر کنید و خوشحال باشید که این برنامه رو میبینید، هم دیگران حواسشون جمع کنن که تلویزیون هم حساب کتاب داره، رسانه هم حساب کتاب دارن. فرمود من اصغا الی ناطق فقط ابده. هر کس به سخنوری گوش جان بسپارد، پیام دهنده رو دریافت کند، فیلمی رو ببیند، سریالی رو، فیلم سینمایی، سخنرانی، منبری، کلاسی، مقاله‌ای، کتابی، فرق نمیکنه، اینو دریافت اسقا کنه، شده بنده اون پیام دهنده. فقط ابدا، یقینا بنده اون پیام دهنده شده. فإن کان الناطق ینطق عن الله فقط ابدا الله. اگر ناطق از زبان خدا سخن میگه، شبیه قرآن غالبا اینجوریست، اگر نگیم تماما اینجوریست، اگر از کلام خدا میگه، از قول خدا میگه، این کسی که داره فیلم میبینه همزمان داره خدا رو عبادت میکنه، در حالی که نشسته داره سریال میبینه، مثلا فرض کنید، یا برنامه‌های مختلف رو میبینه، کتابی رو میخونه یا رادیویی رو گوش میکنه، همزمان مشغول عبادت خداست، همون کارش عبادت خداست. و این کان ناطق ینطق عن لسان ابلیس. اگر اون پیام دهنده از زبان ابلیس داره سخن میگه، این رسانه‌های دین ستیز و شیعه ستیز خیلی هم زیادن. این فضای مجازیه که از این برنامه ها توش زیاد هست. اینها از زبان شیطان، از زبان ابلیس دارن حرف میزنن. هر کس پیام اینها رو دریافت کنه شده شیطان پرست، شده ابلیس پرست. و این کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط ابدا ابلیس. همون که خدا فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب کسانی که این پیام ها رو دریافت میکنن توجه داشته باشن که ساده نیست که انسان همینطور به خاطر مثلا تنوع، نمیدونم، به خاطر همینطوری بی خودی، یه وقت انسان میخواد نقد کنه، یه وقت میخواد رد کنه، یه وقت استماع میکنه، خب اشکال نداره. اگه با دو شرط، اینکه خودش تخصص داشته باشه، توان این کار رو داشته باشه، به درد این کار بخور، بعد نیتش نقد اون دشمن دین و دشمن خدا باشه. یه وقت نه، نشسته اونجا داره گوش میکنه، بر شنوندگان و مخاطبان اون رسانه افسوده، کمک کرده، چه خودش بخواد چه نخواد، چون قوام رسانه به مخاطبشه دیگه. وقتی ما مخاطب اون میشیم، اون مقومتر میشه، پایدارتر و استوارتر میشه. خب ما کمک کردیم به ترویج شیطنت و پیام ابلیس. انشالله که اینجوری نباشه و قدر خودتون رو بدونید که الان دارید برنامه رو میبینید که قطعا از خدا میخواد سخن بگه و نتیجهش میشه پرستش خدای متعال. خیلی ممنونم استاد محمدی شارودی عزیز. انشالله خدا توفیق بده ما همیشه شنونده حرفهای خدایی باشیم توی این برنامه که این اتفاق میفته. هم حقیر که شنونده فرمایشات شما مثل شما هستم، هم مردم، چون از خدا و از اولیای خدا دارین میفرمایید، بندگی خدا رو میکنیم. انشالله همیشه تو این مسیر باشیم. اگر اجازه بدید سوالاتی که از طریق 3720 دریافت کردیم من بپرسم از محضر. خب یه سوالی بود که طولانی بود، هفته پیش می‌خواستم بپرسم، آخر برنامه وقت نشد، قول دادم که این هفته بپرسم. گفتن که من دختری 29 ساله هستم که 2 خواهر دارم، یکی بزرگتر و یکی کوچکتر. هر دوتاشون ازدواج کردن. خودم هم سالهاست که دارم دعا میکنم و از خدا میخوام که یک همسر خوب نصیبم کنه. حتی 1 سال
1 سال کامل هر دعایی که فکر کنید خوندم و هر نمازی رو که فکر کنید، اما اصلا انگار خدا اصلا منو نمیبینه. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم اگه خدا از رای گردنم به ما نزدیکتره، پس چرا این همه صدا و اشک‌های من اون اشک‌های منو نمیبینه؟ طوری شدم که حتی از خدا هم دیگه ناامید شدم. میگن هرچی قسمتت باشه، ولی من به قسمت اعتقادی ندارم، چون ما عقل داریم و میتونیم انتخاب کنیم و اینا. الان واقعا نمیدونم چیکار کنم، با خدا قهرم. به من کمک کنید که بگید و بگید چیکار کنم. این که خدا نمیبینه که خب نه، اینجوری نیست، خدا میبینه. این هم که با خدا قهرید خب اشتباه میکنید. خدایی که ارحم الراحمینه که انسان باش قهر نمیکنه. شما مهربانتر از خدا پیدا نخواهید کرد. اما اینکه چرا دعای شما مستجاب نمیشه، خب باید توجه داشته باشید که اولا دعا در حد مقتضی عمل میکنه. برای اینکه مطلبی به وجود بیاد باید مقتضی موجود باشه، مانع مفقود. گاهی موانع میاد و جلو اقتضای دعا رو میگیره، از جمله گناه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. گناه میاد دعا رو حبس میکنه، بالا نمیره. از جمله اینکه مصلحت گاهی نیست. مصلحت نیست که حاجت داده بشه و به ضرر انسان، انسان خودش توجه نداره، چون پشت پرده رو نمیبینه، خیال میکنه اون حاجت بهش داده بشه مثلا دیگه همه خوبی ها رو داره. نه، اینجوری نیست. بعدها متوجه میشه عجب خوب شد این حاجت به ما داده نشد. بنده خودم وقتی برمیگردم به عقب زندگی میبینم خیلی از جاها مثلا یه دانش آموز ممتاز، شاگرد اول، اینا مثلا سال اول در چیز قبول نشد. یعنی دید بهتر از ما کی بود که بعد دادم اگه قبول میشدیم چقدر بد بود. از این اتفاق برای بنده خیلی زیاد افتاده ها، که میبینم اون چی که ما میخواستیم به هیچ وجه به صلاحمون نبود. منتها اون موقعی از ما سوال میکردن میگفتیم بهترین چیزی میخوام همینه، به مطلوب ترین چیزی میخوام همینه. بعدها برام روشن شد که نه، اگر اون راه رفته بودم جای دیگه بودم، که حاضر نیستم 1 دقیقه الان رو با 1000 سال اون عوض کنم اون کارا. باشه، انسان خبر نداره که کجا باید بره. اون کسی کار دستشه، او خودش تنظیم میکنه به احسن وجه. بنابراین اینکه شما خیال میکنید که حتما مصلحتون در این کاره، نه، چه بسا اگر ازدواج واقع میشد و از طریق اون همسر شما جهنمی میشدید، این اتفاق زیاد میفته، باز چیکار میکردید؟ یا خونه زندگی شما میشد جهنم. ما کم نداریم کسانی که وقتی صحبت میکنن میبینیم اینا شب و روز تو رنج و عذابن خاطر همسرش. کم نداریم. شما که خبر که نداری که مصلحت حتما اونه، چون شما از این بیرون که نگاه میکنی خیال میکنی که وقتی انسان ازدواج کرد همه چیز گل و بلبل میشه. نه، گاهی بعد از ازدواج تازه متوجه میشی که اون همش خیال بود. اون کاخهای سبز و سرخی که برای خودتون تو ذهنتون خلق می‌کردید اصلا واقعیت خارجی نداشت. نکته بعد این که گاهی خدا بنده رو دوست داره. من فکر می‌کنم این خواهر رو هم خدا دوستش داره. وقتی دوستش داره میخواد بیشتر دعا کنه، مقامش بیشتر بالاتر بره، عبادت بیشتر کرده باشه، هم تو قهر کنه با خدا که خدا باز بیشتر محبتش به این شخص بیشتر میشه. بنده ما چرا قهر کرده؟ چرا نمیاد با ما آشتی بکنه؟ گاهی به خاطر اینکه خدا دوست داره. یه بابی هست تو همون وسائل شیعه که عرض کردم و تو همین برنامه‌ای که ما داشتیم، شاید ما قریب 10 تا یا بیشتر روایت راجع به همین موضوع خوندیم که وقتی خدا بنده دوست داره حاجت رو نمیده تا بیشتر دعا کنه. کسی دوست نداره به اون فرشته میگه حاجت رو بده بره که من دیگه دوست ندارم این دوباره بشنوم. به این مضمون روایت متعدد داریم. پس حالا اگه کسی سریع هر چی می‌خواست خدا بهش میداد بعد از شک کنه با این حساب. همینطوره. گاهی اینجوریه که وقتی که خدا بنده دوست داره به فرشته میگه این حاجتش داده شده این بنده ما. منتها من این صدا رو دوست دارم که باز دوباره بیاد پیش من، دوباره با من حرف بزنه، دست نگه دارید، حاجت نگه دارید. واقعا اگه اینجوری فکر کنه کسی که خیلی ساله داره دعا میکنه و مستجاب نمیشه چقدر حالش خوب میشه. بله، چقدر درش لذت. آره. حالا من توصیه میکنم خواهر محترم بخونین دعا، این چیزا، این روایات یکی دو تا نیست عرض کردم. تو همون کانال گفتم، تو کانال اصول دین
شاید ما قریب 10 تا روایت به همین مضمون خوندیم، به همین مضمونی که الان عرض کردم من. بنابراین شما که خبر ندارید، ممکنه خدا میخواد خیر شما رو میخواد، در این حال دعا رو ادامه بدید، با خدا هم قهر نکنید. هیچ کس با خورشید قهر نمیکنه. قهر با خورشید به ضرر قهر کننده، نه به ضرر خورشید، چون از خورشید چیزی کم نمیشه. من با خورشید قهرم، خب قهر چی، هم خورشید چیزی کم نمیشه. با خدا قهر باشه، از خدای خدا چیزی کم نمیشه، فقط شما ضرر کردید. خدا هم شما رو میبینه، توجه هم داره، شما رو هم دوست داره، دلیلش همینه که انقدر دعا کردید. اگه دوست نداشت توفیق دعا به شما نمیداد. دعا توفیق میخواد دیگه. بله. مناجات فکر کنم سومه، مناجات 15 فکر کنم مناجات سومش باشه. می خدا چقدر این سعادت بزرگی است که تو من اجازه دادی باید حرف بزنم، اجازه دادی من ذکر تو را بگم، مناجات و ذاکرین. این چه نعمت بزرگی است که من میتونم با تو حرف بزنم، با تو یاد تو رو داشته باشم. همین که این یاد رو داشتید خودش دلیل بر اینه که خدا شما رو دوست داره. بهش که همه ما لکه های سیاهی هستیم اگر پشت کنیم به آفتاب. بله. وقتی پشت میکنیم به آفتاب رو زمین یه لکه سیاهه دیگه. بله. بنابراین اگر تعبیر شما ما پشت کنیم به خورشید خودمون آسیب می‌بینیم. از خورشید چیزی کم نمیشه. خیلی ممنونم. اجازه میدین یه فاصله بگیریم برگردیم؟ بفرمایید، در خدمتیم. بله، خیلی ممنونم که دارین دل میدین به برنامه خودتون. سوال دیگری من بپرسم، اینی که اسامی رو نمیخونم چون اسمی ننوشتن دوستان، ما شماره دیگه نمیخونیم. اگر کسی تمایل داشت اسمشون رو بنویسن و اینکه از کجا پیام میفرستن من حتما عنوان میکنم. گفتن حدیثی از امام صادق علیه السلام وجود داره که میگن که قلب انسان حرم خداست و در حرم خدا غیر خدا راه نداره. پس بر این اساس انسان باید عشق و عاشقی رو کنار بذاره. بله. مثلا عاشقی اولا ترجمه حدیث این نیست. متن حدیث اینه که القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. نه اینکه نمیشود، میشه. بعضیا شیطان تو قلبشونه، بعضیا گناه همه قلبشون رو پر کرده، ربطی به خدا نداره. نمیگه نمیشود، میگه این کارو نکن. غیر خدا راه نده. غیر خدا تو قلب خودت راه نده. ولی انسان اختیار داره که این کارو بکنه. خب حالا عشق و عاشقی دو جوره. یه وقتی عشق برای خداست خیلی خوبه، همون فرق نمیکنه دیگه. همسرشو دوست داره، باز این خداست. فرزندشو دوست داره، میبوسه. چرا؟ چون خدا گفته، چون خدا بهش عاطفه داده، خدا بهش دل داده. دل هم خوبی زیبایی رو دوست داره. چون بر اساس معیارهای خدایی انتخاب کردن. بله، کاملا درست. این عشق خوبه. وقتی نه، عشق دروغینه، عشق کاذبه، هوسه. اسم گذاشته عشق، هوا و هوس رو به اسم عشق ازش یاد میکنه. نه، این تو قلب اومد دیگه خدا نیست. این تو حرم خدا غیر خدا رو اسکان داده. هوس مال نفس اماره به سو هست، هوس مال شیطانه، هوا هوس. پس عشق رو باید دو نوع تلقی کرد. اون عشقی که عشق حقیقی باشه، نه، اون خود خداست. معشوق و محبوب باقی معلوه خداست، اله خداست، پرستیدنی. اون که انسان باید شیفته، واله و شیدای او باشه. الهی خود باشه، یعنی کسی که همه شیدای او هستن، همه عاشق او هستن. اون اگه باشه خب خیلی خوبه. اما این که انسان بخواد غیر او رو با عشق ببرزه، نه. البته بعضی از آقایون، حالا از اهل همین حرف ها، گفتن که عشق مجازی هم خودش قنطره عشق حقیقی است. یعنی از این طریق عشق مجازی انسان پلیس که انسان رو به اون عشق حقیقی میرسه. ما نسبت به این حرف تأمل داریم که حالا همینجوری هست یا نیست، این نیاز به بحث داره. اما اون چیزی که مسلمه، اصل عشق تو روایات ما اومده. در روایات ما اگر 10 تا روایت شما بررسی بکنید، 8 تاش نگاهش به عشق منفیه، به خاطر همین که عشق آلوده شده به همین هوا و هوس. 2 تاش نه، مثبت و
تعریف عشق و اینها. به جای عشق محبت، که محبت مطلقاً خوب مثبته. تو محبت ما هیچ نقطه ضعفی نداریم، هیچ حدیثی نداریم که گفته باشه که محبت بده. بله، از امام سوال کردن که در دین حب وجود داره، فرمود حل دین الا الحب. مثلا دین چیزی خوب غیر از حب نیست. پس محبت و عشق اگر حقیقی باشه همه دینه و این خیلی هیچ اشکال نداره. اون عشقی بده که عشق مجازی باشه، عشقی که دروغین باشه، هوس باشه، شهوت باشه. اسم اون شهوت رو انسان گذاشته عشق، معلومه که اون مورد قبول نیست. پس دین بساط عشق رو جمع نکرده. نه، و عشقی که الهی باشه رو خیلی هم ممدوحه. اون معشوق حقیقی رو معرفی کرده که خدا باشه. بسیار. گفتن دقیقاً قدرت امام چقدره؟ میخوام بدونم اصل این انتظار که امامان ما را شفا بدهند انتظار درستیه یا خیر؟ قدرت امام چقدره؟ انتظار شفا مورد شفاعت قرار گرفتن از امام و شفا دادنش. اولا امام شفا نمیده، خدا شفا میده. شما امام رو واسطه قرار میدید. مریض دارید، به امام کاظم میگید، عرض میکنید یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ای کسی که باب الحوائج عند الله هستی، باب الحوائج نه معطی الحوائج. ای کسی که تو واسطه بین ما و خدا هستی، کسی که پیش خدا آبرو داری، یا وجیها عند الله، ای آبرومند پیش خدا، من آبرو ندارم، بچم مریضه، تو شفاعت کن تا خدا بچه منو شفا بده. پس کار دست خداست. ما اهل بیت واسطه قرار میدیم. مثلا این جمله که من گفتم، ببین خدا اگر من از امام رضا آبرومندتر پیدا میکردم، تو زیارت جامع کبیر اینجوری میگیم، اگر از امام رضا آبرومندتر پیدا میکردم اونو واسطه قرار میدادم، پیدا نکردم، پس تو به حق امام رضا حاجت منو بده. به دو صورت: یک، ای کسی که پیش خدا آبرو داری وساطت کن، بیا وسط از خدا بخواه که حاجت منو بده. دو، خدایا من از این شخص بهتر پیدا نکردم، آبرومندتر پیدا نکردم، تو به حق این شخص حاجت منو بده. نکته بعد این که به اذن الله امام قدرتش محدود نیست. امام مظهر هو القادره، مظهر هو المحییست، مظهر هو الممیته. امام مظهر همه اسما و صفات خداست. به اذن الله هر کاری میتونه انجام بده. به اذن الله او قدرتش به هر مقدوری تعلق میگیره، منتها به شکل مظهریت، نه مستقل، نه از خودش. از خودش چیزی نداره، اما از طرف خدا این اجازه بهش داده شده، این قدرت بهش داده شده. او در مقام کمال، در مقام قرب به جایی رسیده که چشمش شده چشم خدا، دستش شده دست خدا. به مقام کن فیکونی رسیده در مقام قرب. او شده واسطه بین خداوندگان و خدا، شده واسطه وابتغوا الیه الوسیله. بله، او وسیله هست. یه چنین مقامی رو امام داره. همون بهترین جملهش هم اینه که بگیم که امام مظهر تام همه اسما و صفات خداست. و یکی از صفات خدا قدرت دیگه، قادر خدای متعال. امام هم مظهر قدرته، مظهر هو القدیره، مظهر هو العلیمه. به اذن الله میتونه از هر چیز آگاه بشه. گرچه خب ممکنه ببینه صلاح نیست و پشت پرده رو نگاه نکنه، یا علم مستعصر خدا داره که حالا اون حسابش جداست. پس قدرت امام چقدر است؟ امام مظهر تامه، هو القادره، هو القدیره. به اذن الله هر کار، هر مقدوری میتونه انجام بده. هر مقدوری تحت قدرت امام هم به اذن الله قرار میگیره. بله. این که گفتن نامه اعمال ما هر دوشنبه و پنجشنبه به دست امام زمان میرسه، درسته؟ بله، هر هفته 2 بار، پنجشنبه ها، دوشنبه ها، کل اعمال ما به رایت امام زمان علیه السلام میرسه. این به اصطلاح حالا به قول امروزی روتینه. فارسیش چیه روتین رو؟ یعنی معموله، به طور معمول مرتب انجام میشه. این مال معمولشه، وگرنه
هر لحظه که امام اراده بکنه میتونه از اعمال ما خبر بشه. چون امام مقام جمع الجمعی داره، در آن واحد میتونه از همه اعمال همه بندگان خدا آگاه باشه. مظهر اون هم مقام جمع الجمعی است. یا من لا یشغله سمع عن سمع لا یغلطه سؤال عن سؤال. به تعبیر دقیق تر وجود نوری امام محدودیت زمانی و مکانی نداره. درست. با وجود ملکوتی امام فراتر از زمانه، فراتر از مکانه. مثل حضرت اسرائیل کل عالم مثل یک سکه تو دست ماست که به هر صورتی بخوایم زیر روش میکنیم. کل دنیا برای اسرائیل مثل یک کاسه‌ای که پیش ما باشه که هر جاش بخوایم دست میزنیم. امام هم که به اون مقام نوری رسیده، اون مقام نوری امام یه چنین حالتی داره، بنابراین محدودیتی نداره که بگیم که اینجا هست و جای دیگه نیست. بعد یه سوال این که نامه اعمال کدوم آدما به دست امام زمان میرسه؟ همه آدما. همین موضوع نشون دهنده اون شخصیت فرامادی و اینا وجودی امام. بله. خب گفتن کنیه ابا عبدالله برای امام حسین علیه السلام به چه دلیله؟ اولا که دوستان توجه داشته باشن همونطور که اسامی امامان آسمانی است، القابشون هم آسمانی است، کنیه ها هم آسمانی است. مثلا لقب رضا رو خدا به امام رضا داده. به امام جواد گفتن که این مردم میگن که این لقب رو مأمون به پدر شما داده. فرمود نه، دروغ میگن، خدا این لقب رو پدر من داد. لقب آسمانی است. همطور کنیه ها هم آسمانی است. یعنی هم اسمشون که مثلا حسین باشه، هم لقب که سید باشه یا شهید باشه، سبط المفدا باشه، هم لقب که سید الشهدا باشه، هم کنیه که ابو عبدالله باشه. همش از طرف خداست. در عرب هم رسم بود، الان هم شاید رسم باشه که بچه که به دنیا می آمد اول هم یک اسم براش انتخاب میکردن، هم یک کنیه. حالا بچه هنوز چون کنیه رو با توجه به اسم فرزند انتخاب میکنن. ابو عبدالله یعنی پدر عبدالله، ام البنین یعنی مادر فرزندان، پسران. ابو جعفر یعنی پدر جعفر. قبل از اینکه بچه ازدواج کنه هم در کودکی که اسم انتخاب میکردن کنیه هم انتخاب میکردن. حالا گاهی این کنیه ها بعدها با مسما میشد و گاهی هم نمیشد. امام رضا کنیش ابوالحسنه ولی فرزندی به نام حسن نداره. این هم نکته دوم. پس هم کودکی انتخاب میکردن. مثل اون که بله آقا سید الشهدا عبدالله هم داشت. طفل رضی که در کربلا شهید شد اسمش عبدالله بود. بنابراین کنیه امام حسین با مسما هم بود. درست. بله. خیلی ممنونم استاد. دست شما درد نکنه. اجرتون باز ابو عبدالله. عمومی نداریم. مخلص شما هستیم. 3720 جاییست که ما سوالات رو دریافت می‌کنیم. 162 حتما روابط عمومی سازمان اظهار نظر بفرمایید. دو سوال پایانی، یکیش درباره امام زمان بود، آخرش هم درباره امام حسین علیهم السلام. یه بیتو بخونم با شما خداحافظی بکنم. سوگند به خاک حرم سار الله، عجل ولیک الفرج یا الله. التماس دعا یا حق. خداحافظ.